اسم کانالم مهراد گیم هست. میخوای تبتون نابود کنی. یه کوچولو. به نظر من اسم سایت تو بزن مهراد چالش. اسم تبت های کوچولو داغونه چون داشتی میمدی اینجا دستن خود اینجا یه نفر فیلم گرفت خراب شد. بعد آره میخوای که البته نمیتونیم چیکار کنیم. نه بیشتر ببر. بچه‌ها بیشتر دوست دارم. بچه‌ها بیشتر. الفاتحه هم از طلبات. فاتحه‌اش رو بخونید بچه‌ها. او مای گاد. این دوتا خط نبود. بخونم. خب بریم از اول دوباره بریم. ببین اینجوری بوم اینجوری میشه. چاقو بده. چاقو چیه؟ من چاقو ندارم. من چاقو ندارم. چاقو میخواد چیکار بکنی؟ من چاقو ولی ندارم کلا. به هیچ کی نگیر. چاره میشه. اینو بگی من درش بیارم. دست خودتون نبری. بذار بچه‌ها یه ذره خودتون نگاه کنن. نه پشت تو. سلام بچه. مواظب باش دست خودتون نبری چون این چیزه. چاقو جنجان ریز پیزه. بیا بگی. نبری دست. خود بزنی روش. فیلم بده ماشینه. نسی اگه گلاس روش باشه هیچ اتفاق براش نمیفته فقط خراش میفته. نه ببین. نه چرا دیگه میمونه. میدونم. خودم تبلیغ داشتم تبلیغ خودم نابود کردم. خب ان شاء الله دیگه نمیفته. ها؟ اونقدر شد. اینو نمیخوام. خب صحنه‌های قشنگ دیدین که نباید ببینید. امیدوارم یوتیوب جان چیزمون مهراد یه چیزی می‌رسی؟ توی یوتیوب اصلا ممنوع. خودم امیدوارم ویدیو تو پاک نکنن. به نظر من گفت یوتیوب this is fake. یوتیوب من تازه کارم مثلا یوتیوبر. خب مگه یوتیوب فارسی بخواد بفهمه معنی حرف تو؟ انگلیسی باید بگی. یوتیوب this is fake. ببخشید یوتیوب من تازه یوتیوب دارم. یه سری ایمانیات جام دارم. اون چاقو فقط طبیعت گردی بود. وایسا بود. خب برو با این روش انداختن تو واقعا هیچ اتفاقی براش نمیفته. چی شد؟ خوابم. میخوای شوتش کن مثل توپ پینگ پونگ. تا اگه دوستش داری. فکر برنامه این نیست نه؟ برنامه نیست. خودشون دوست نداره. من جای تو بودم می‌دونی چیکار می‌کردم؟ اگه من اون لپتاپ داشتم قطعاتش رو باز می‌کردم می‌برمی‌داشتم برای کار خودم که البته تو به سنت نخوردم کارای من برای کارم بچه ها میخوای چاقو بدم؟ کاس کن بچه فیلم بردار عوض شو های فران هرکایی دوست داره با این قیمتش رو نگاه کن قیمتش رو به بچه ها میشه کنه ببینه قیمتش رو چی؟ های زیادم قیمت چی؟ هرکایی دوست داری کن هرتش کار اولیای ما بچه ها یه
از کات واقعا تکونم رو باز من دوربینتون کم شد. بیا یه ویدیو کات کن بچه ها ببینیم بچه توش موز دیگه موز من شوخه پاستم آقا نکن چه بچه ها نمیبینم چی؟ برو باید یه کاری کنه دیگه آجی گیک ها؟ گیک ها؟ چی گیک ها؟ ببینم این همه ما زحمت کشید ببینم بچه داهی بازش کنی او مای گاد بازی من بازش کنم دستان خاکی دستان من باش کنم درد نگیره میخوای من باش کنم بده به چه پایین میگیره مطمئنی؟ بشنم تیکه از تیکه هاش استفاده میکنیم بچه شاید بگید شاید تو نمیخوره من میگم اگه داشتمش بچه شاید منو بگی بابا اون کجا رو میگیری پای من چرا یه از کات کن چه ما اصلا بچه ها اصلا سردم میاری؟ بچه شاید بگید تو چقدر اسکو یه چیزا اما نه بچه من این گربه این تبه سوخته دوستم اواخته توی آب پس گفتن دیگه به دردم نخوره نه یکی از دوستان خیلی قدیمی نه انداخته تو آره خب بعد گفتن دیگه به دردم نخوره دیگه بازیشه چون بازیشش کاری با پلاستیک رو هم رستم بازیش پرسیشونه مشکلش فهمیدم چرا کار کرد چی خبر؟ باشی با اینجا سر جاش باشه که روشن شد اوه دومی نکن اینجا رو نکنی از چیزش در اومده کیو آک؟ آره اون برنسه نکن اینا من باید مثلا این باید هویه کار میشد ولی نشده بچه ها من متخصص برقم بابا دست بزنی دست خواهی من نمیتونم دست من دیگه 7 سالم نیست من 7 سال نیستم من 10 سال خودم حالی چی میگه آها بچه ما یه نگاهی به پاتیش بدازیم که میگه چرا میده کامل دوست داری سیدی رو ببینی؟ کجاست؟ واسه میگی این LCD همه رو با چست نکن نراد شرکت رو با چست داده نکن با چه چست دارم بچه چه شرکت بدیه بیشتر باید پولم بهش کنه نه چست برای این سوختش بچه اگه میسوخت گفت یه ماهی هست که درستش کنه اما نشد شاید مشکل از چسب باشه ممکنه این مدل قدیمه باشه برام کارش کنه نه باجا مدل قدیم خوبه بچه پاتیش من پیش از پاتیش خوشم اومده باتریش تخته ایه این باتری میگن تخته آره الان کاش رضا کنم کاش بچه یه جای سوال توی کامنت ها بگه یه جای سوال داری خب اینو بدی ببینه اصلا فقط یه سال داره میشه درستش کنه یا نه اگر میشه درستش اگر میتونه درستش کنه درستش موز میگه چیکار؟ لمس اینو بزنید بزنم بجایی که آره بچه من یه لحظه لس نیست بچه این صفحه هستی لحظه نیست
پس این گلسه. پس اگه روی اولی بشکنه گلس اینو بشکنه، اینی که این زیره نمیشکنه. آره. ولی اگه بشکنه دیگه بیچاره دیگه. پس این یعنی بشکنه دیگه الفاظ هم هست. گلاس بخوشه؟ بچه من هیچ کنم حرفاشو رو گیر از حرفاشو بردن. نه باشه چشم. بچه ویدیو دیگه تموم شده که بر وقت که بوده شده. دوربین داشت. ها؟ دوربین داشت. من یادم نیست دوربین. آقا ویدیو تموم کامنت بذاری زنگونه هم بزنید تا هر وقت ویدیو هم یوتیوبتون رو خبر بده. خب یوتیوبتون رو خبر بده. صبح اگه میخواستی کنی اگه نخواستی کن. خدا نگهدارتون.